بن سلمان داره یه کاری میکنه که تو عربستان وسط کویر برف بیاد. فرض کن که میخوای بری مسافرت، مقصدت یه جاست، لوازم اسکی رو باید ببری، لوازم ساحل رو باید ببری، لوازم جنگلی هم باید ببری، ولی همه اینا رو جای مختلف و زیست بوم های مختلف قرار نیست بری، همش رو داری یه جا میری، شهر نئوم. این پروژه از سال 2022 استارتش خورده، توی عربستان سعودی توی یه بخش بیابونی کویری داره ساخته میشه. جزیره لاکچری که بهش میگن جزیره سیندالا یا همون شهر نئوم، کلیت اینو میگن شهر نئوم. ببینین یه جزیره اون وسط که قرار داخلش نادرترین حیوانات روی کره زمین که دارن منقرض میشن و بردارن بیارن داخل این جزیره و زیست بوم مورد نیازشون رو براشون درست کنن. یعنی از آب و هوا بگیر تا دمای اون حالتی که این حیونا میتونن تو زنده بمونن و غذا، مربی، نمیدونم تمام چیزایی که نیاز واسه نگهداری حیوانی که داره از بین میره رو واسش فراهم میکنن و در معرض بینندگان و کسایی که قرار اونجا زندگی بکنن اینا رو قرار بدن. دقیقاً یه چیزی دارن شبیه کشتی نوح درست میکنن، همه چیز داخلشه. حالا تموم این کارهای تخیلی و رویایی چی قراره انرژیشون رو تامین بکنه؟ شرکتی صنعتی، حالت شهرکی صنعتی به اسم شهرک اکساگان که این شهرک صنعتی قراره تو قلب جزیره باشه و قلب تپنده این جزیره باشه و تمام انرژی و زیست بوم های مورد نیاز جزیره رو تامین بکنه. خب بیاین اهداف از ساختن این جزیره بررسی بکنیم. یکیش نجات حیوانات در حال انقراض بود، دیگریش اینه که تمام فرهنگ ها و اقوام مختلف دنیا، آدمای ثروتمند و مولتی میلیاردر دنیا رو توی این جزیره کنار هم گردآوری بکنه و انقدر شرایط خوب و مرفه بسازن که اینا بیان اینجا زندگی بکنن و باعث توسعه و پایداری این شهر و شهرک و جزیره بشن. و خیلی جالبه که بدونی سوختی که داره شهرک اکساگان برای این جزیره میسازه اسمش هیدروژن سبزه، یعنی سوختی هستش و انرژی هستش که کاملا پایداره و شدیداً متعهد به سند 20. پس هدف توریسم رو میزنه، هدف درآمد غیر نفتی رو میزنه، هدف 20 و انرژی پایدار و بازیافت پذیر هم میزنه. پس الکی نیست که پذیرای این همه سلبریتی بزرگ از سراسر دنیا، از رونالدو و نیکی میناژ و امینم تا بقیه بگی که دارن میرن به عربستان سعودی. این قسمت قطعا ادامه داره. قسمت بعدی راجع به سلبریتی هایی که به عربستان توی این مدت رفتن و تحولات عربستان قرار صحبت بکنیم. قسمت بعدو به هیچ عنوان از دست ندین. ساب یادتون نره نظرات زیباتون رو کامنت کن.